این مدل از کیک خیس شکلاتی از بقیه ورژناش خیلی خوشمزه تره. برای درست کردنش تخم مرغ همدمای موهیتو به همراه شکر و وانیل انقدر هم بزنید تا حجمش چند برابر بشه. آب ولرم رو به گرما به همراه روغن مایع اضافه کنید و در حد 15 ثانیه مجدد هم بزنید. حالا مواد خشکو که شامل آرد، پودر کاکائو و بیکینگ پودر رو تو 3 مرحله به مایع کیک اضافه کنید و در حدی هم بزنید که گلوله آردی توی مایع کیکتون نباشه. مایع کیک رو تو قالبی که از قبل فقط کفش رو چرب کردید بریزید و بذارید داخل فر از قبل گرم شده تا کاملا کیکتون بپزه. برای سس کیک شیر و شکر و پودر کاکائو رو با هم ترکیب کنید و بذارید روی حرارت تا داغ بشه ولی نجوشه. کیکی که از فر درآورده بودید و خنک شده بود به همراه یه نه یا سیخ چوبی روشو حسابی سوراخ کنید. سس داغ رو روی کیکی که همدمای محیط شده بریزید و اجازه بدید حسابی به خورد هم برن. برای گاناش هم خامه صبحانه رو روی حرارت بذارید تا گرم بشه و بعدش شکلات رو اضافه کنید تا با گرمای خامه شکلات هم ذوب بشه. در آخرم گاناش رو روی کیک بریزید و به مدت 2 ساعت بذارید داخل یخچال و تمام. امیدوارم درستش کنید و از